یک بار دیگر جوی تی یک عوض شد به تی سه و از این طرف تی سه به تی یکی کنتاکتور یکم جوی دو فاز عوض شد. یعنی این شرطا نیست که حتما باید جوی تی یکم با تی دویم عوض شود و این قسمت بعد از ریلی حمایت سیرباری مجددا با U1 V1 W1 با محرک اتصال می شود و ما درس گذشته هم گفتیم که ما محرک نداریم متاسفانه. با جای محرک ما دو تا چراغ استفاده میکنیم و یک سخیمه کمتر از بار دیگر نفهمونم چخیل یک سخیمه عادی استفاده میکنیم که دو چراغ یکی در طرف چپگرد و یکی در طرف راستگرد فروزان میشود و نتیجه را به ما نشون میدهد. قسمت زنجیر قدرتی بود و در اینجا من سخیمه که کمتر تغییر کردیم برای با دو چراغ نتیجه را دیدم. ما یک تا این از این قسمت فرستوندگیم این دو نقطه این دو فاز ال فرستودگیم و در یکم حالت این به این نقطه می رود ال که H دیومین فروزان می شود H یک فروزان می شود اگر که یک این فاول شود. اگر که دو این فاول شود جوی همین فاز یعنی جوی فاز به نول عوض می شود که HL یک خاموش می شود و HL2 فروزان می شود که نتیجه چپگرد راستگرد به ما تخمینا می دهد. میگذاریم قسمی زنجیر اداره کنی اصولی یکم یعنی اصولی معمولی سودا مثل درس‌های گذشته لازم داریم یک قد چپگرد راستگرد و باز آغاز میکنیم سراول از رقم گذاری یعنی تنها کفالت همون وقت داده می شود که ما سیمکشی را از روی رقم گذاری انجام دهیم و تا امروز همه درسو ما به واسطه سیمکشی را انجام دادیم و نتیجه را دیدیم که یگان کمبودی نشد و امروز هم از روی رقم اجرا میکنیم و میبینیم چی نتیجه حاصل میشود. یعنی از اینجا برآمد از محافظه که ما برآمد رقم 2 اومد رقم 95 ریلی حمایت سیرباریمون و از رقم 95 طبق نقشه رقم 96 برآمد با یکی اسی نول و یکی چی اسی سیمکشی انجام میدیم